مصیبتی من. کمتر داغ بینیم، کمتر خرج بینیم، کمتر فشار مصیبتی من.
برای کاملیای انتخابی فرد، از رضاشاه تا ولی فقیه، تداوم نظم قومی قبیله‌ای قدرت در ایران. نه به خاطر اهمیت ایران، بلکه تنها برای عیان شدن جهالت. اگر بخواهیم صادقانه به تاریخ معاصر ایران نگاه کنیم، باید بپذیریم که مسئله اصلی ما نه صرفاً این رژیم یا آن رژیم،
بلکه تداوم یک منطق واحد قدرت است. منطقی که از رضاشاه تا جمهوری اسلامی با چهره‌های متفاوت اما روحی یکسان بازتولید شده است. کد خدامنشی متمرکز، تک صدا، غیر پاسخگو و متکی بر تقدس فرد پهلوی اول. مدرنیزاسیون بدون شهروند. رضاشاه دولتی مدرن ساخت، اما جامعه‌ای مدرن نساخت. راه آهن، ارتش، ثبت احوال و دانشگاه ایجاد شد، اما نهاد پاسخگویی شکل نگرفت. جامعه مدنی سرکوب شد، سیاست به فرمان تقلیل یافت. در این مدل شاه نه نماینده ملت بلکه کدخدای کل کشور بود، کسی که میدید، تصمیم میگرفت و پاسخ نمیداد. این همان منطق اقتدار قبیله‌ای است که فقط لباس دولت ملت پوشیده است. مدرنیزاسیون بدون دموکراسی، یعنی قبیله با یونیفرم. پهلوی دوم، اسطوره‌سازی نه نهادسازی. محمد رضا شاه به جای اصلاح این نقص بنیادین آن را عمیق‌تر کرد. حزب واحد، رستاخیز، تقدس شخص شاه، تقلیل سیاست به وفاداری، حذف تدریجی هر صدای مستقل. شاه خود را پدر ملت می‌دانست، نه پاسخگوی ملت. این دقیقاً همان الگوی ریش سفیدی سیاسی است، جایی که مشروعیت از تاریخ و خون می‌آید، نه از قرارداد اجتماعی. نتیجه روشن بود. جامعه‌ای که تمرین نقد نکرده در لحظه بحران یا منفجر می‌شود یا به دام اقتدار جدید می‌افتد. جمهوری اسلامی، کد اقدام‌ونشی در لباس دین. جمهوری اسلامی برخلاف ادعایش گسست از گذشته نبود. تداوم همان منطق با زبان دینی بود. ولایت فقیه مساوی کدخدای مقدس، شورای نگهبان مساوی صافی طایفه، بیعت جایگزین، رأی مؤثر نقد برابر ارتداد یا دشمنی. اینجا هم پاسخگویی بی‌معناست. تک صدایی وحدت نامیده می شود. شایستگی قربانی وفاداری می شود. تفاوت پهلوی و جمهوری اسلامی در لباس ایدئولوژی است، نه در منطق قدرت. شاه پرستی امروز، بازگشت ناخودآگاه به قبیله. شاه پرستی معاصر بیش از آنکه پروژه‌ای سیاسی باشد، واکنش روانی به ترس از مسئولیت جمعی است. در این گفتمان رهبر نقد نمی شود، امید می شود. برنامه جای خود را به نام خانوادگی می دهد. گذشته تطهیر و اسطوره می شود. شکست‌ها به گردن مردم نفهم می افتد. این دقیقاً همان منطق قبیله‌ای است. ما اگر شکست خوردیم چون به کدخدا گوش نکردید. سلطنت طلبی بی پاسخگو، نه آلترناتیو جمهوری اسلامی، بلکه همزاد تاریخی آن است. مسئله واقعی ناتوانی در پذیرش شهروندی ایران. بارها حکومت عوض کرده، اما هنوز با شهروند بالغ آشتی نکرده است. تا زمانی که پرسش را بی احترامی بدانیم، رهبری را مقدس کنیم و شایستگی را فدای تبار و نام کنیم. هر نظامی، شاه، شیخ یا ژنرال به همان سرنوشت دچار خواهد شد. جمع‌بندی نهایی. مشکل ایران فقدان شاه خوب یا شیخ خوب نیست. مشکل ذهن کد خدامنشانه است که قدرت را می‌پرستد و مسئولیت را پس می‌زند. دموکراسی از صندوق رأی شروع نمی‌شود. از لحظه‌ای شروع می‌شود که جامعه جرأت کند به رهبرش بگوید پاسخ بده. نگرانی از تراژدی کوبانی به رغم آتش‌بس میان کردها و دمشق. امروز 25 ژانویه 2026
قرار است در مناقشه اخیر سوریه سلاح‌های ارتش این کشور و نیروهای کرد برای 2 هفته دیگر خاموش بمانند. در این مدت زندانیان داعش به عراق منتقل می‌شوند، اما و کوبانی بدون برق، آب و اینترنت. در محاصره نیروهای احمد شرع است و علیرغم به اصطلاح آتش بس، ولی حمله نیروهای ارتش عربی جولانی علیه روستاهای اطراف کوبانی شروع شده. چند ساعت پس از پایان رسمی آتش بس میان نیروهای دولتی و نیروهای دموکراتیک سوریه SDF، وزارت دفاع این کشور از تمدید توافق برای 15 روز دیگر خبر داد. نیروهای دموکراتیک سوریه با محوریت کردها نیز این خبر را تایید کردند. به گفته SDF، این تصمیم با میانجیگری بین‌المللی اتخاذ شده است. وزارت دفاع سوریه اعلام کرده که هدف از تمدید آتش بس، تسهیل انتقال زندانیان وابسته به گروه تروریستی دولت اسلامی داعش به عراق بوده است. دولت انتقالی سوریه در هفته‌های گذشته به شکل نظامی در مناطقی در شمال شرق این کشور که تحت کنترل کردها بود، وارد عمل شد. در جریان این درگیری‌ها، نیروهای دولتی توانستند بخش‌های وسیعی از این مناطق را دوباره تحت کنترل حکومت مرکزی درآورند. در این میان، شهر کردنشین کوبانی به طور کامل به محاصره ارتش سوریه درآمده است. از سرگیری استخراج نفت توسط دمشق. زمینه این تصمیم، کشمکش قدرت میان SDF و دولت انتقالی سوریه بر سر ادغام نیروهای ائتلاف دموکراتیک با محوریت کردها در ساختار حکومتی سوریه است. SDF در روزهای اخیر از مناطقی در شمال شرق کشور که در نبرد با داعش تصرف کرده بود، از جمله مناطق غنی از انرژی و منابع طبیعی، عقب نشینی کرده است. این مناطق اکنون در اختیار ارتش سوریه قرار دارد. شرکت‌های دولتی نیز طبق گزارش خبرگزاری دولتی سانا، ارسال نفت استخراج شده به پالایشگاه‌های هومس و بندر بانیاس در غرب سوریه را از سر گرفتند. انتقال زندانیان داعش به عراق در شمال شرق سوریه، زندانها و اردوگاه‌هایی قرار دارند که محل نگهداری اعضای داعش و خانواده‌هایشان هستند. این اردوگاه‌ها و زندانها تا همین اواخر تحت کنترل نیروهای کرد بودند، اما اینک نیروهای دولتی کنترل برخی از آنها را در دست گرفتند. در پی درگیری نگرانی از تراژدی کوبانی به رغم آتش بس میان کردها و دمشق. امروز 25 ژانویه 2026 قرار است در مناقشه اخیر سوریه سلاح‌های ارتش این کشور و نیروهای کرد برای 2 هفته دیگر خاموش بمانند. در این مدت زندانیان داعش به عراق منتقل می‌شوند، اما و کوبانی بدون برق، آب و اینترنت. در محاصره نیروهای احمد شرع است و علیرغم به اصطلاح آتش بس، ولی حمله نیروهای ارتش عربی جولانی علیه روستاهای اطراف کوبانی شروع شده. چند ساعت پس از پایان رسمی آتش بس میان نیروهای دولتی و نیروهای دموکراتیک سوریه SDF، وزارت دفاع این کشور از تمدید توافق برای 15 روز دیگر خبر داد. نیروهای دموکراتیک سوریه با محوریت کردها نیز این خبر را تایید کردند. به گفته SDF، این تصمیم با میانجیگری بین‌المللی اتخاذ شده است. وزارت دفاع سوریه اعلام کرده که هدف از تمدید آتش بس، تسهیل انتقال زندانیان وابسته به گروه تروریستی دولت اسلامی داعش به عراق بوده است. دولت انتقالی سوریه در هفته‌های گذشته به شکل نظامی در مناطقی در شمال شرق این کشور که تحت کنترل کردها بود، وارد عمل شد. در جریان این درگیری‌ها، نیروهای دولتی توانستند بخش‌های وسیعی از این مناطق را دوباره تحت کنترل حکومت مرکزی درآورند.
در این میان شهر کردنشین کوبانی به طور کامل به محاصره ارتش سوریه درآمده است. از سرگیری استخراج نفت توسط دمشق. زمینه این تصمیم کشمکش قدرت میان SDF و دولت انتقالی سوریه بر سر ادغام نیروهای ائتلاف دموکراتیک با محوریت کردها در ساختار حکومتی سوریه است. SDF در روزهای اخیر از مناطقی در شمال شرق کشور که در نبرد با داعش تصرف کرده بود، از جمله مناطق غنی از انرژی و منابع طبیعی، عقب نشینی کرده است. این مناطق اکنون در اختیار ارتش سوریه قرار دارد. شرکت‌های دولتی نیز طبق گزارش خبرگزاری دولتی سانا، ارسال نفت استخراج شده به پالایشگاه‌های هومس و بندر بانیاس در غرب سوریه را از سر گرفتند. انتقال زندانیان داعش به عراق در شمال شرق سوریه، زندانها و اردوگاه‌هایی قرار دارند که محل نگهداری اعضای داعش و خانواده‌هایشان هستند. این اردوگاه‌ها و زندانها تا همین اواخر تحت کنترل نیروهای کرد بودند، اما اینک نیروهای دولتی کنترل برخی از آنها را در دست گرفتند. در پی درگیری‌های اخیر، نگرانی‌هایی درباره از دست رفتن کنترل بر این مراکز و زندانیان وجود داشت و گزارش‌هایی نیز از فرار برخی زندانیان منتشر شده بود. احمد شرع، جهادگرای سابق و رئیس جمهوری موقت کنونی سوریه، یکشنبه گذشته به همراه مظلوم عبدی، فرمانده SDF، توافق آتش‌بس را امضا کردند. بر اساس این توافق که از سه‌شنبه گذشته قدرت اجرایی می‌یافت، قرار بود اداره خودگردان کردها و نیروهای شبه نظامیش در شمال و شمال شرق سوریه در ساختار دولت مرکزی ادغام شود. همچنین قرار است دولت سوریه مسئولیت زندانیان داعش را که تاکنون در اختیار کردها بوده بر عهده بگیرد. ایالات متحده در چارچوب این آتش‌بس انتقال ده‌ها زندانی داعش به عراق را آغاز کرده است. هدف این است که تا 7,000 زندانی داعشی به کشور همسایه سوریه منتقل شوند. به گفته مقام‌های عراقی، این افراد دارای تابعیت عراقی و نیز تابعیت‌های خارجی هستند. آلمان قصد بازگرداندن اتباع زندانی خود را ندارد. بر اساس راپورتی از دویچ اوله آلمان، طبق اعلام سازمان امنیت داخلی آلمان موسوم به اداره حفاظت از قانون اساسی، بر پایه اطلاعات نهادهای اطلاعاتی این کشور، پیش از آغاز عملیات نظامی اخیر، حدود 40 نفر با تابعیت آلمانی در بازداشت نیروهای کرد بودند. روشن نیست که آیا این افراد نیز به عراق منتقل خواهند شد یا نه. سخنگوی وزارت خارجه آلمان اعلام کرده است که در حال حاضر برنامه‌ای برای بازگرداندن این مردان وجود ندارد. آتش‌بس میان ارتش و نیروهای دموکراتیک سوریه با محوریت کردها که ابتدا برای 4 روز تعیین شده بود، شنبه گذشته ساعت 20 به وقت محلی به پایان رسید. پیشتر، به رغم انتشار گزارش‌هایی درباره تمدید آتش‌بس، بیانیه‌ای رسمی در این خصوص منتشر نشده بود. تنها 3 ساعت پس از پایان آن بود که وزارت دفاع سوریه تمدید 2 هفته‌ای آتش‌بس را اعلام کرد. اعلام بسیج عمومی توسط کردها. یگانهای مدافع خلق YPG و یگانهای مدافع زنان YPJ که ستون فقرات نیروهای دموکراتیک سوریه را تشکیل می‌دهند، پیش از تمدید آتش‌بس فراخوان بسیج عمومی صادر کردند و از تمامی کردها خواستند تا برای دفاع از کردستان سوریه، روژاوا، خود را به شمال این کشور برسانند. این فراخوان در واکنش به پیشروی‌های ارتش دولت موقت و خروج نیروهای عرب متحد SDF از این ائتلاف صادر شد. به گزارش رسانه‌های محلی، تاکنون صدها جوان از اقلیم کردستان عراق، ترکیه و حتی کردهای ایرانی خود را برای دفاع از روژاوا به شمال سوریه رساندند. بر اساس گزارش‌ها، روزانه اتوبوس‌های مملو از داوطلبان از شهرهایی مانند اربیل و سلیمانیه به مرز سوریه می‌رسند. مقام‌های کرد اعلام کردند که فراخوان بسیج عمومی برای تقویت موقعیت دفاعی صادر شده است.
نگرانی از تکرار تراژدی کوبانی. شهر کوبانی، نماد جهانی شده مقاومت کردها در برابر داعش، اکنون تحت محاصره نیروهای دولت موقت سوریه قرار گرفته و وضعیت انسانی در آن به مرز فاجعه رسیده است. کمبود سوخت، مواد غذایی و دارو منجر به مرگ حداقل 4 نفر، از جمله کودکان، بر اثر سرما در روزهای اخیر شده و حدود 150,000 غیرنظامی بدون دسترسی به خدمات اساسی گرفتار شدند. سازمان ملل متحد و گروه‌های امدادی و حقوق بشری گزارش دادند که محاصره کوبانی توسط نیروهای احمد شرعه باعث قطع آب و برق و اینترنت شده و ساکنان این شهر در مدارس و مساجد پناه گرفتند. کوبانی از سپتامبر 2014 تا ژانویه 2015 صحنه نبردهای سنگین میان نیروهای کرد و اعضای داعش بود. مقاومت تاریخی کردها در برابر تروریست‌های دولت اسلامی با حمایت ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا به شکست داعش در این منطقه انجامید. این مقاومت تاریخی کوبانی را به اسطوره جهانی مقاومت در برابر داعش بدل کرد. آوارگی در آوارگی. وضع اسفبار قامشلو در چنین شرایطی، شهر قامشلو واقع در شمال استان هسکه به پناهگاهی برای 10,000 آواره تبدیل شده است که بسیاری از آنها برای چندمین بار ناگزیر از جابجایی شدند. طبق گزارش دفتر هماهنگی امور انسانی و آوارگان مناطق خودگردان، در روزهای گذشته بیش از 20,000 نفر به شمار آوارگانی که به این منطقه پناه بردند افزوده شده است. آوارگان افرین که پس از اشغال این شهر توسط ترکیه در سال 2018 به منطقه شهبا واقع در شمال حلب پناه برده و تا دسامبر 2025 عمدتاً در آنجا مانده بودند، پس از سقوط اسد به محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه در حلب رفتند. این آوارگان که در پی حمله ارتش در اوایل ماه جاری ژانویه به رقه جابجا شده بودند، اخیراً بار دیگر به هسکه و سپس به قامشلو منتقل شدند. خانواده‌ها در مدارس، مساجد و مراکز موقت اسکان داده شدند، اما زمستان سخت شرایط را وخیم‌تر کرده است. مقام‌های اداره خودگردان روژاوا هشدار دادند که بدون کمک‌های پایدار، بحران انسانی در این منطقه تشدید خواهد شد. کردها چه می‌خواهند؟ نیروهای دموکراتیک سوریه به نمایندگی از کردها درخواست‌های مشخصی را برای پایداری آتش‌بس مطرح کردند. درخواست‌هایی که تاکنون پاسخ مثبتی از دمشق نگرفته است. حفظ خودمدیریتی محلی در چارچوب سوریه متحد، ادغام نیروهای SDF در ارتش سوریه بدون از دست دادن هویت کردی، تضمین حقوق اقلیت‌ها در قانون اساسی جدید و خروج نیروهای ترکیه از مناطق اشغالی همچون افرین و سریکانی، رئوس مطالبات کردها را تشکیل می‌دهد. آنها همچنین خواستار کمک بین‌المللی برای بازسازی منطقه و انتقال امن زندانیان داعش هستند. در مقابل، دولت موقت در دمشق که روابط تنگاتنگی با ترکیه به عنوان دشمن دیرینه نیروهای دموکراتیک سوریه دارد، بر ادغام کامل نیروهای SDF به صورت منفرد در ارتش اصرار دارد و آن را امری ضروری برای وحدت ملی می‌داند. مذاکرات با میانجیگری آمریکا ادامه دارد، اما به گفته منابع دیپلماتیک، اختلافات عمیق نشانگر شکنندگی آتش‌بس است. حتمند نیروهای دموکراتیک سوریه که مورد حمایت آمریکا بود، در پیروزی نهایی بر داعش در سال 2019 نقشی تعیین کننده ایفا کرد. اما دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اکنون از دولت انتقالی احمد شرعه حمایت می‌کند. احمد شرعه، جهادگرای سابق، رهبری گروه اسلامگرای هیئت تحریر شام را با نام ابو محمد جولانی بر عهده داشت. گروهی که در دسامبر 2024 بشار اسد، دیکتاتور سابق سوریه را سرنگون کرد. وزارت خارجه آمریکا جولانی را در ماه مه 2013
در فهرست تروریست‌های جهانی خود قرار داده و 4 سال بعد نیز جایزه‌ای 10 میلیون دلاری برای دستگیریش تعیین کرده بود. دولت اسلامگرای انتقالی احمد شرع متهم به نقض حقوق بشر و کمکاری در تأمین امنیت اقلیت‌هایی چون علویان، دروزی‌ها و کردهاست. وضعیت حقوق بشر در سوریه همچنان از نظر نهادهای مستقل بین‌المللی شکننده ارزیابی می‌شود.
بشک زیده جیتورن جیواکی و هر ویسا راپورن ناوندن مافه میرویده جنایتن رژیمه روش بی روش تینه بلاو کیرین. تیوی کو بشک جیوان راپوران نفرمینه لبی اویک هویتیا سیستماتیک رژیمه دیده خویا و پیکا بیریارا الی خامینه‌ای کو گوتی بو با بدن کیرین اخوانی شانداران همو جور ریکار و علاوه هفجه بی کاربینن. بی اوایک پیشتراس کیرین اوان هویتین رژیمه نه. پیکا هینک راپورن نفرمی بی سدما نبونا جیح لیگرتیگه هن رژیمه. بشک زیده جیخوانی شاندرن بین چافکیری لی سولیان در آگیرتینه و به دادگهی کرن. آنها بونتی بیریاره که دادگهه لیوان سولیان ده کم کش دیکن و پیشتره ترمن وان لی ناف ترمن کو پیشتر هاتینه کشتینه ده داتینن و هاتیه باسکیرن کو میجارن وی ها بی تایبت لی پارزگه ها کرماشانه ده هاتینه دیتن و چندن کسایتین مدنی و ورزشی لی پوستن خویده اشاره بیوان میجاران کرینه. جیالی دین و تکه بیزارو کن یک دین جوان جنایتن رژیمه کو پک هینک اماران زیده تر جی هفته زارو هاتینه کشتین و زیده تر جی 208 بین چافکین زاروکان هاتینه تومار کرین و رژه سراستا کشتیان دهان هزار کسه کو هیچ بی سراستی نه هاتینه زانن.
هەرویسا هێزن زارۆکوچ و دیژە میرۆڤاهیên rejîmê, pîzîşk, perestار û kadrên dermanî lî nexweşxaneyan û hêta lî malên van de dikin armanca gulyan û lî parêzgehên vek Kirmaşan, Tehran û çendin cihên din de ev cinayet hatîne kirin û her berdewam e. Hervîsa lî wan raporên nefermî de hatîne ragihandin ku hêzên rejîmê xelkê bînçavkirî lî
سلاف جبو گلی مین روجلات کردستانی. گلی روجلات کردستانی بقهرمانی و بمرخاصیه خو مهره خو لدیرو که خستنه. او دمک ایرانی سرهلدان هنه. دوان سرهلدان در کوههای کردستان عراق تنها 30 مایل 48 کیلومتر دورتر از مرز ایران، CBS نیوز صبح پنجشنبه با جنگجویانی که بسیاری از آنان زن بودند، از یک حزب مسلح اپوزیسیون کرد ایرانی دیدار کرد. این حزب میگوید آماده مقابله و کمک به سرنگونی حاکمان روحانی و تندرو جمهوری اسلامی است. حزب دموکرات کردستان ایران PDKI در داخل ایران ممنوع است و در تبعید، در آن سوی مرز و در کردستان عراق فعالیت می کند. این حزب سالهاست برای روزی که بتواند رژیم ایران را از قدرت برکنار کند آموزش دیده است. با این حال رهبر حزب به CBS نیوز گفت که هنوز زمان اقدام فرا نرسیده است. به ویژه پس از عقب نشینی پرزیدنت ترامپ از تهدیدهای خود درباره مداخله در ایران. پرزیدنت ترامپ روز چهارشنبه اعلام کرد که بر اساس منابع موثق شنیده است کشتار در ایران در حال توقف است و افزود که پس از سرکوب خشونتبار 2 هفته اعتراضات گسترده هیچ برنامه‌ای برای اعدام‌ها در این کشور وجود ندارد.
با این حال، منابعی در داخل ایران به CBS نیوز گفتند که سرکوب مقامات ایرانی ممکن است منجر به کشته شدن بیش از 12,000 نفر شده باشد. آماری که احتمال می رود حتی بسیار بالاتر باشد. ناآرامی‌ها در ایران همچنان ادامه دارد. اعتراضاتی که در واکنش به بحران عمیق اقتصادی مردم را به خیابان‌ها کشانده است. فرمانده سیران گرگولی به CBS نیوز گفت: این اعتراضات به ما امید داد که رژیم سرکوبگری که با انقلاب اسلامی 1979-1357 به قدرت رسید، سرانجام سرنگون خواهد شد. اما این تنها در صورتی ممکن است که مردمی که در خیابانها تظاهرات می کنند، کمک بین المللی دریافت کنند. مصطفی هجری، رهبر حزب دموکرات کردستان ایران، بیش از 4 دهه است که در تبعید زندگی می کند و سرکوب چندین موج بزرگ اعتراضی از سوی حاکمان ایران را به چشم دیده است. او گفت نمی‌تواند با اطمینان بگوید که آیا آخرین قیام تعیین کننده خواهد بود یا نه. هجری توضیح داد: این موضوع بستگی دارد به اینکه آیا کشتار گسترده ادامه خواهد یافت یا خیر. اگر ادامه پیدا کند، قطعاً تظاهر کنندگان قادر به ادامه نخواهند بود. از سوی دیگر، سناریوهای دیگری هم وجود دارد. از جمله اینکه آمریکا وارد مذاکره با رژیم ملاها شود و آنها را وادار به پذیرش شروط خود کند. در این صورت، رژیم می‌تواند برای مدتی دیگر به حیات خود ادامه دهد. هجری افزود که امیدوار است ایالات متحده مداخله کند. به ویژه حملاتی علیه ایران که مراکز نیروهای سرکوبگری را که به مردم در خیابانها شلیک می‌کنند و همچنین نهادهای به اصطلاح قضایی وابسته به رژیم را هدف قرار دهد. ما می‌خواهیم شاهد نابودی این نهادها باشیم. او گفت: اکثریت مردم ایران از این رژیم ناراضی‌اند و در برابر آن ایستادند. با این حال، هجری در غیاب حمایت خارجی گفت که اعزام نیروهای حزب به داخل ایران و فراخوان درآمدهای معکوس داشته باشد. او توضیح داد: در شرایط کنونی بازگشت نیروهای مسلح به داخل کشور به نفع تظاهر کنندگان نیست، زیرا این اقدام بهانه‌ای به رژیم می‌دهد تا مردم را سرکوب و قتل عام کند. به همین دلیل هنوز زمان چنین تصمیمی فرا نرسیده است. اما وقتی به این جمع‌بندی برسیم که بازگشت نیروهای پیشمرگ دیگر بهانه‌ای برای سرکوب مضاعف نخواهد بود، آنگاه ممکن است چنین اقدامی انجام شود. هجری همچنین گفت که حزب دموکرات کردستان ایران خواهان آن است که کردها که حدود 10% جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و سایر اتنیک‌ها بتوانند در چارچوب قانون دموکراتیک زندگی کنند، فرزندانشان به زبان مادری آموزش ببینند و دولت این حق را به رسمیت بشناسد. او تأکید کرد که جنگجویان اپوزیسیون آموزش دیدند و آمادند، حاضر برای روزی که حزب به آنها نیاز داشته باشد. با این حال، در شرایطی که رهبران تندروی ایران حداقل در مقطع کنونی بار دیگر از یک چالش جدی جان سالم به در برده‌اند، حزب دموکرات کردستان ایران و میلیون‌ها ایرانی که هنوز در داخل کشور هستند، فعلاً چاره‌ای جز انتظار ندارند.